توی این ویدیو قراره به فنای سگ برم. آقا همونطور که میدونید وسایل من که آهنی دارید میبینید دیگه، و من قراره با همین وسایل آهنی برم کل برنامه‌ای که برای این اپیزود دارم و تقریبا راه اندازی کنم، به جز حالا آخرش که ابزارم همه دایموندی میشه. به مقداری شوگرکین نیاز داریم. به نظرتون چرا؟ چون که فوق العاده به اهدافمون سرعت میبخشه. هلو شوگر دادی. مثلا شرمنده دست خودم نیست این مسخره بازیه. همین بونمیل میخوام. خدا رو شکر توی بدراک میشه بونمیل زد به اینا که توی جاوا اینا رو سعی میکنم تا جایی که جا داره زیاد کنم، چون که بجز این که به درد ویلجرها میخوره به درد فایرورک و اینا میخوره. یعنی اپیزودای بعد بیاین عزیزای دلم بیاین تاش، یا قراره کباب شین یا قراره تابلو شین دیگه. تو کجا میری عمو؟ اینم از گوسفندای خلوچل. این کتابم میسازم واسه مختصاتای مهم، چیزایی که کلا کمپس براشون نمیسازم و فقط مختصاتشون رو ثبت میکنم. همین منبع لک. قبول کنید اسم خوبی واسه انشن سیتی. اپیزود پیش من 2 ویلجر زندانی کردم و خوشبختانه الان به دردم میخورن. اگر ندیدیدش لینکش رو این پایین میذارم، میتونید برید تماشاش کنید. اگه گلدن کرت بفروشی قول میدم شعار خوبی برات پیدا کنم که بله موفقم میشه این بازیکن. یا ابوالفضل چشام داره درست میبینه. این امیرال what the fuck تو این ارتفاع چه گوی میخوره؟ این به حق چیزایی نخوایم دیده. یا ابوالفضل این چی؟ یه دونه ویلجر تازه و نو. مستحضر حضور همشون هست که میدونید ویلجر با پامکین حسابی خر میشن و میتونن حساب بهمون امرالد بدن. خب این یه معادله ساده و یه معامله حرفه‌ایه، اما اینجا انقدر بزرگ است که بتونیم فارم ملون و پامکین رو انقدر بزرگ بسازیم که بتونیم حسابشون بفروشیم. ای وای اینو نگاه کن چه خره. نه ناموسن هم خره ولی خب این دیگه خیلی خره. به یه عالمه چوب با یه مقدار شیشه واسه ساخت و ساز و یه عالمه پامکین و ملون واسه فرو کردن ویلجرها نیاز داریم. یکی نیست بگه مجبوری این فارم بسازی لام هستم. خب چوب بکن بفروش. البته اون عذابش بیشتره ولش کن. همینو میرم تا تهش. به نظر شما کی بهتر از تو؟ به نظر شما همین غار وسط ویلج رو تبدیل کنم به یه دونه تریدینگ هال بهتر نیست؟ درسته برنامه‌ام یه چیز دیگه بود ولی خب اینم بد نیست. فقط برای کم کردن و پارگی خودم، وگرنه دارم بهونه میارم. یه جای امن برای این یه دونه ویلجر درست کنیم، یکی دیگه هم میارم پیشش. من این 2 ویلجر رو اینجا زندانی کردم و 2 فنسگیت هم بذارم پایینش بد نیست. حالا دیگه خیالم راحت شد. بنازم توی این مزرعه این اولین هندوونه است. بذار لپات بمون. واقعا شرمنده اخلاق ورزش فرنگیتونم. نمیتونم تحمل نیارم اینو نگم. اگه خیلا گذاشتن تخته و شغل اینا واقعا جا کم داره. باید خود اینجا رو گشادتر کنم. حال بهتر شد. اینا چرا شغلاشونو نمی شغل اونو کی گرفت؟ پشمام. اولین ویلجر فارمر که اینجاست، دومیش همون پایینه، ولی امیدوارم اونو نکشم چون که ممکنه نیازمون بشه. به هر حال البته 2 داریم، نمیدونم. بذار برم بکشمش. اینا یکیشون درست شده اما اون یکی هنوز شغلش ماهیگیره. عجیب ناموسن. توی هیچ کدوم این خونه هیچ شغلی نیست ولی اون ویلجر بازم شغل داره. فقط یه را داره برام تان کردن. به اونم اسپکتاتور موده ببینم چیزی پیدا میکنم. بابا ناموسن هیچی نیست. اجیا چجوری رفتی اون بالا؟ پف نگاه واسه بازیکویم حتی سبالو بوده اینجا. این چه وضعشه؟ حرومزاد. آخیش جفتشون روال کار رو گرفتن دستشونه. ریدم. من هر لحظه حین ساخت باید بیام یه دور اینجا رو جمع آوری کنم بعد برم تونتون همین کار رو انجام بدم. انتقال وسایل ساخت ساز. ظاهرا میخوام فرو کنم تو پاچم. کلنگ کار رو میزنیم.
اینم از این تختا، فقط چون که جلوی ویلیجر بسته است این تختا تشخیص نمیدم بر از داد و ولد و باید برم جلوشون رو وا کنم که بتونن اینجا بگردن. یعنی این بالا رو کی یادش رفته ببنده؟ من نمیدونم، من نبودم، من قبول ندارم حرف خودم. درسته اینا توله سگاشون رو زاییدم ولی من کاغذ ندارم که بخوام به اون توله سگا بفروشم در آینده. کافیه یه گوزه در حد 20 دقیقه اینجا من AFK کنم که شویرکنه روبروی خودم همش رشد کنه. یه خرید کردم توی شب یه خورده EFK کردم و بعید میدونم این برای فروختن مناسب باشه. همون تبدیل به کتابش میکنم، این چند میگیرم بهتره. وای اینا از اون یه دونه خرم خرترن، چرا اینقدر به ترتیب وایسادن؟ چرا جنباجش ندارن؟ این روسیه چقدر تناست. این یه دونه تخم سگ‌تر از همشون ناموسن. این اکوری پکوری یه خورده بزرگ میشه من برم یه مقداری پامکین و ملون بکنم. وقت این چند گیری از این ویلیجراست. این چند تای اولیه که میخوام پروتکشن 4، آنبرکینگ 3، مندی فورچن 3 و سیکلاچه. افیشنسی 4 هم میدونه عقب داریم که اونو میتونیم بندازیم روی کلنگ بعدن، ولی اینا برای تو غار رفتن فعلا لازمه. بعد از حدود فاکینگ 40 دقیقه ترای دادن آخرین سیکلاچ هم به دست آوردم خدا. اما خب کلنگ آهنی سیکلاچ بندازم روش واقعا ارزشش داره. خب آقا همه چی آماده کردم برای توی غار رفتن، اما دیگه لولم نرسید اون افیشنسی 4 رو بزنم. با بذارمش بعد از ماین کردم، یا شاید هم بعد از ویدیو یه پست در قالب عکس گذاشتم که این چندتای فلان و فلان زدم و نمیذارمش تو ویدیو زیاد وقت بگیره. اینی هم که میبینید اومدم زیر ویلیج، قارای زیر ویلیج رو بگردم برای اینه که پامکین و ملونای اون بالا سریعتر رشد کنن موقعی که توی چانکشونم، توی چانک لودشونم، و وقتی که اومدم بالا یهو سورپرایز بشم، پشمام بریزه، همشو برم بکنم. الان ناموسن جا داره بگم یا اول نشوخی کردم، ولی کی حوصله داره اینا رو بکنه؟ اول فصل این از زره فول دایموند، اینم از ابزار فول دایموند. تکمیل شدیم. من حدود 2 ساعت و نیم این مزرعه رو به هیچ عنوان شیو نکردم. به نظرتون چقدر ملون و کامپین ای خدا، به نظرتون توی این 2 ساعت چقدر ملون و پامکین داده بهم؟ بیا توی تلگرامو بزن رو آیدی منو، پشماتو بفرست، عکس پشماتو بفرست. یعنی برای زدن بقیه این چند تا حتی مجبور میشم به اینا چوبم بفروشم. اما بعد گذشت حدود 2 ساعت و الان کاملا آماده ایم با وسایل فول دایموند و فول اینچنت بریم به سمت ندره. یه سری اینچنت های جزئی و کلی نسبت به زره و وسایلم مونده که خودم آف رکورد میرم داخل غار همه رو جمع میرم داخل غار بازم دایموند جمع میکنم که یه دونه دیگه کلنگ بسازم. یه خورده دیگه به اینجا اضافه میکنم. حالا شاید در آینده بازم اضافه کردم، ولی الان یه خورده دیگه نیازه، چون که برای اپیزودهای آینده بازم ویلیجر میخوام. بنگرید که تمام ویلیجرها قرار این شکلی بشن، البته نه کشته نشن بلکه درمان بشن. بله اگه پایه باشین یه خورده سر اینجا رو رد کنیم. به بنازم. برای فارمایی که در آینده میسازیم اینجا میشه منبع دوم درآمد امرالد و لول. خیلی خوبه اینجا. بالا خونه هم سریعتر میسازم، میدم اجاره. نشوخی کردم، چسترومش میکنم که کلی نیاز داریم. اپیزود بعدی قرار بریم ندر و تمام مقدماتش رو جور کردیم و قرار خیلی خفن باشه. اپیزود بعد حتما از دستش ندید. شبتون بخیر. البته نمیدونم شب یا روزا، ولی خب